پای محاوی، ارتفاع از سطح زمین 2468 متر. زندان سویت واتر. Deal with weeds, homie quick like coops, feel a breeze, and I'm highly rose hot. The hood made me thrill, the hottest hot boy, baby, time to reveal. And I'm mama's oldest boy, papa's first. برنامه بوکس زندان ایالت کالیفرنیا طبقه همکف. قفس مبارزه ساخته شده در سال 1996 توسط زندانیان کارگر. ایسا چوی کامپوس، سارق حرفه‌ای اتومبیل، عضو دائم مافیای مکزیک. ضربه فنی یک پیروزی دیگه برای سویت واتر. و حالا قبل از شروع برنامه اصلی برای سرگرمی شما معرفی میکنم پسران برنده. جمعیت زندان 750 زندانی و کارمند. من لوئیس اون شبی که برادوکو برد و قهرمان سال 1937 شد دیدم. جو لوئیس. ضربه راست جو به فک برادوکو رو نقش برزمین کرد. اگه تا 50 میشمردن بلند نمیشد. جو بهترین سنگین وزنی بود که طبق قوانین جدید مبارزه میکرد. بعد مامورای فدرال لعنتی و اون IRS لعنتی به خاطر مالیات دنبالش افتادن. بروکراتای عوضی اشغال. مورد شورشون بشن. مندی ریپشتاین، گنگستر، اتهام فرار از مالیات در سال 1996. گوشه غربی رینگ وزن 230 پوند با شماره کتاب و خط طلایی. اون 8 بار متوالی بدون شکست پیروز شده و قهرمان زندان ایالتی لودیه. اتهام آدمربایی و قتل. امید بزرگ سفیدا بروند زن. اما در گوشه چرخی اونم هیچ شکستی نداشته و به دنبال کسب مقام قهرمانیه با رکورد 67 پیروزی بدون شکست و 191 پوند با شلوارک زرشکی و خط مشکی از زندان سویت واتر خودمون مونرو هچن. خب شما هر دو قوانین رو میدونین. یه مبارزه تمیز میخوام، ضربه زیر شکمم نداریم، فهمیدین؟ شروع کنین. یادتون نره اگه درست کار بودین تو قفس مبارزه نمی کردین. پس بهتره درست رفتار کنین. شما نمیخوام حادثه رخ بده باشه. حالا ببینیم لودی مغرور در مقابل مونروی بزرگ چه کار میکنه. خیلی خوب، حالا برو غذای پسرخونه هیتلر رو بهش بده. اون مال خودت پسر. برو و حالا زنگ شروع مسابقه به صدا دارم. مونرو با ضربه چپ حمله میکنه و یه چپ دیگه. حالا مونرو با ضربات چپ حسابشو برس. مثل اینکه حال وضع خوبی نداره.
کارلوس ویلاریل، مافیای مکزیک، کاپیتان گروه لایم در زندان. این مونروی که چپ و راست ضربه وارد میکنه. ورن یه ضربه هم نتونسته به مونرو بزنه. با 6 فوت قد و 280 پوند وزن داره از پا در میاد. اون افتاد. به همین زودی ورن نقش زمین شد. فقط نصف راند اول گذاشته که نقش زمین شد. معذرت میخوام قربان، یه خبر خیلی مهم. اینطور که شنیدم میگن آیسمن فردا میرسه ساعت 2 بعد از ظهر. ورن قبل از مسابقه میگفت فقط برای این مبارزه خاک‌کوبی کرده. متاسفم ورن، گویا این مهمونی برای تو زیاد طول نمیکشه. مردی که فقط هیکل گنده کرده، عوضی دست و پا چرختی. 2 3 ببینم حالت خوبه، میتونی ادامه بدی؟ خب ورن بلند شد. مونرو منتظر موقعیته. ورن یه ضربه میزنه، مونرو جاخاری میده. چپ، یکی دیگه، درست وسط صورتش، یا آپرکات وسط سرش، وسط شکمش. ورن اصلا نمیتونه ضربه بزنه. چپ و راست مونرو داره داغونش میکنه. وسط صورتش، توی سرش، سمت چپ کمرش، ضربه به سرش، بازم چپ و راست. خدای من. ورن سرشو پایین میگیره، داره از پا در میاد. یه پیروزی دیگه برای مونرو. ضربه فنی. دمت گرم تو گرم حسابش رسید. تموم شد. تمومه. این مبارزه تمومه. مونرو بازم پیروز شد. حرف نداشت. خیلی خوب، ولی اجازه بدین مطلبی رو بهتون بگم. من یه خبر جدید براتون دارم. شما مدت هاست منتظر اون روز بزرگ هستی. خب اون روز فرداست. اون داره میاد به سوید واتر، قهرمان یک کتاب سنگی وزن دنیا، جورج آیسمن چمبر. خب چی میگه مونرو؟ آماده ای؟ مونرو هاتچن 1991 متهم به قتل، قهرمان سابق سنگین وزن. برنامه ورزشی WNN مصاحبه مخصوص. جیم لپلی گزارش میکند. قهرمان سابق سنگین وزن جهان جورج آیسمن چمبرز، تو با نقل مکان به خونه جدید باید با قاتلا و سارقین زندگی کنی، اونم در زندان تازه تأسیس کالیفرنیا واقع در کویر موهان. حالا وضع چطوره؟ فعلا خوبه. من بد آوردم ولی باید حبس و گذرون. وکلای تو استینافای پذیرفته شده رو وارد پرونده کردن، ولی واقعا فکر میکنی در حال حاضر چقدر شانس داری قبل از پایان حبست که 6 تا 8 سال آزاد بشی؟ من نباید از قانون صحبت کنم. برای بچه ها خوششون نمیاد من اظهار نظر کنم. اصلا معتقدن با سن و سال تو حتی 2 سال زندان بدون تمرینات مفهومش اینه که باید ورزش کنار بذاری و برای سالهای زیادی بری تو حاشیه جورج. تو به عنوان یکی از بهترین بوکسورهای تاریخ شناخته شده، یه مهاجم مثل دمسی، جو لوئیس، راکی مارسیانو، جو فریزر. فکر میکنی این دوران زندان تو چقدر به مهارتات صدمه بزنه؟ هیچی. اگه تو فرم باشم چیزی نمیتونه به من صدمه بزنه. ولی وقتی یه ورزشکار مسابقه نده مسلما غلطه. یه غلط خیلی بزرگ. من که ورزشکار نیستم. من یه گلادیاتورم. چطوره اینو توضیح بدی؟ مردم میگم بازی بیسبال، هیچ کس نمیگه بازی بوکس. جو آیسمن هفته پیش بعد از محکومیت تو دست از نرکاران بوکس مقامهای تو رو ازت گرفتن. اونا فکر میکنن با کی طرفن؟ همه میدونن که من یه قهرمانم و تا وقتی بوکسورم اون چه مسلمه قهرمان میمونم. جورج آیسمن چمبرز با مانفردی فقط یه دستگرمیه برای آمادگی در مسابقه با مانتر بریسکو. اون برنده تاج WBC شده و تا حالا شکست نخورده. 2 تا از این بزرگترین های تاریخ بوکس سال دیگه با هم روبرو خواهند شد. البته اگه آیسمن بتونه قهرمان آمریکای جنوبی رو شکست بده. فقط یه راند مونده و تا الان همه چیز به نفع آیسمن بوده. اون داره مانفردی قهرمان آمریکای جنوبی رو مغلوب میکنه. یا آفریکا به دست راست که مانفردی رو گیج میکنه. برای همینی که بهش میگن آیسمن. حالا خوان کارلوس مانفردی باید یه بلیط یه طرفه برای برزیل بگیره.
جورج چمبرز آیسمن 47 مبارزه حرفه‌ای 46 برد و 1 مساوی. جورج آیسمن چمبرز قهرمان سنگین وزن بدون شکست. اجازه مبارزه بعدی شما با مونتله یه عوضی دیگه که مثل آب خوردن از پا در میاره. اگه پول خوبی بدم با اونم میجنگم. هیچ کس نمیخواد در برم و جا کنم. هیچ کس. هیچ بوکسری نمیتونه مقابل من دووم بیاد. این شامل حال مونتلم میشه؟ البته که شامل حال مونتلم میشه. اجازه بدین لطفاً ساکت باشین. ساکت. فروش بلیط تا 300 میلیون دلار برآورد شده. نظر شما چیه؟ یعنی این امکان داره؟ بذارین اول معامله رو به نتیجه برسونی. اولین حدس من اینه که تو چند میلیون دلار کم گفتی. آیسمن 9 ماه تا تابستون باقی مونده. تا اون موقع میخواید چیکار کنید؟ خب اول میرم لس آنجلس. اونجا چند تا دوست صمیمی دارم. بعدش کمی تفریح میکنم. تو با نقل مکان به خونه جدید قراره با قاتلا و دزدا زندگی کنی. تو زندان تازه تأسیس سویت ماتر کالیفرنیا در کویر موهاوی. بدون صحبت از مقوله‌های قانونی یا از محاکمه تو حرف بزنیم. آیا هنوزم میگی بیگناهی؟ مانرا اونو از پشت پنجره میبینی؟ به جای اتوبوس آقا رو با هلیکوپتر آوردنش. اون یه قهرمانه. چرت نگو. منفی. جیمز کروسیک آرسون متهم در سال 1994. اگه اینجا خونه من بود بتونستم پاشم برم. هم یه رنس هلیکوپتر پیاده شد. نمیخوای ببینیش آقای ریپشتاین؟ میتونم بیارمش اینجا از بوکس با هم صحبت کنیم. هر وقت بخوام وای صحبت کنم بهت میگم. 7 نوامبر ساعت 2 بعد از ظهر. چرا تیم وکلای گرون قیمت تو نتونستن قاضی و هیئت جوری رو متقاعد کنن؟ چون من تو تلویزیون مردم رو تو کیسه میکردم و پول زیادی بابتش میگرفتن. چون من یه سیاه‌پوست گنده بدم. واسه همین که زیران باور نمی‌کنه. من بیش از 170 درخواست برای مصاحبه با شما دریافت کردم آقای چمبرز. شبکه‌ها، کانال‌های محلی، ماهواره‌ها، تمام جراید کشور، مطبوعات خارجی، تلویزیون‌های خارجی، هر چی که هست. من به همشون گفتم نه. آقای چمبرز، اینجا سویت واتره. زندان ایالتی درجه 5 با حداکثر حراست و 700 نفر زندانی های ما قاتل، سارقین مسلح و تجاوزگرا هستند و اونایی که با گنگسترها هم دستی کردن یا جنایت دیگه ای مرتکب شدن. دولت ایالتی سعی داره که تأثیرات بد و خطرناک جنایتکارهای بزرگ بر بقیه زندانی ها کمتر بشه. ما به هیچ وجه نمیخوایم اتفاقی بیفته که به مشکلات شما اضافه کنه آقای چمبرز. ایشون آقای مرکر هستن، افسر ارشد زندان و سرنگهبان. ایشون هم خانم ارلی، افسر اداری ما هستن که اگه بخواین میتونن مشورت مذهبی در اختیارتون بذارن. بگذارید من یه دستگاه پخش و چند تا CD میخوام. لیست بهتون میدم، افرادم بیرون زندان پولشو بهتون میدم. برای 6 ماه اول غیر ممکنه. این امتیازیه که خودت باید به دست بیاری. تمام امتیازات به عملکرد شخصی تو بستگی داره. سلول های بلوک سی قفل شد. اسمت چیه؟ مینگو. آتش خاله رو بردار و سر راه من سبز نشد تا بتونیم با هم کنار بیایم. مینگو پس متهم در سال 1994 سرقت و قتل در اتومبیل. گوش کن قهرمان، هم سلولی با تو افتخار بزرگیه. من دنبال دردسر نیستم.
کاری به کارم نداشته باشی مشکلی پیش نمیاد. من به هیچ عنوان احتیاجی به رفیق ندارم. نمیخوام داستانهای غمناک بشنوم که چرا سر از اینجا در آوردن. من خودم داستانهای غمناک واسه گفتن دارم. به هیچ کس پول قرض نمیدم، پس بهشون بگو که اصلا حرفشو نزنن. هیچ کس حق نداره جیک بزنه تا من باش حرف نزدم. شد فهم شد؟ آره، پس بهتره بیخیال شی. من بوکس رو میشناسم و مبارزات زیادی رو دیدم. تو قهرمان خوبی هستی. تو دیگه کی هستی؟ آقای مندی ریپشتاین. تو این زندان مرد خیلی مهمیه. ریپشتاین؟ آره، یانگ رویس مدیر برنامه‌ام گفت به سلام برسونم. من اونو به یاد نمیارم. نگاه حدود 25 سال پیش تو میامی با هم رفیق بودی. من هیچ رفیقی تو میامی نداشتم. خیلی هم میگن منو از قدیم میشناسم، ولی باور کن همه شون مزخرف میگن. تو قهرمان خوبی هستی، ولی ما اینجا یه قهرمان داریم که میتونه حسابی حال تو رو جا بیاره. شوخی میکنی؟ من تمام مسابقه های تو رو دیدم، دیگه به خوبی سابق نیستی، فقط دنبال اینی که یه مشت محکم بزنی بدون اینکه به چیزای دیگه توجه کنی. موقع دفاع سرتو خوب حرکت نمیدی و همینطور پاهات تو مثل این که وقتی اون عوضی ها رو ناکار میکنم کوری. نکنه احساساتتو خط خطی کردم. برو بمیر. مونرو هاتچه. آقای ریپشتاین فکر میکنم اون میتونه حال تو رو بگیره. ناراحت نشو، من دنبال دردسر نیستم. Feels in here when you try to be the top boss. Put your gloves on in. This here be the sport of men. Everybody wants a shot at me. One word, you get knocked out, rocked out the box. Only man leave a place like this. Hardcore, I mean your face like this. وعده غذایی 5 بعد از ظهر، بلوک سی، بلوک دی. اونی که تو صف ایستاده، کلاه سفید سرشه. آدمای گنده ای آوردن اینجا، همه رو شکستن. فقط گنده بودن کافی نیست، باید مهارت هم داشته باشی. مونرو هاتچن؟ بله. حتما میدونیم من کیم. تو قهرمان اینجایی؟ آره. قهرمان سنگین وزن که نیستی؟ من هر جور قهرمانی که تصورشو بکنی هستم. نمیدونستم تو همچین جایی مسابقه بوکس برگزار میکنم. یه برنامه مخصوصه، هر 6 ماه یه بار برگزار میشه. بیشترم با افراد زندانهای دیگه مبارزه میکنیم. چند وقتی که بالای جلبنی؟ 10 ساله. هر وقتی پامو گذاشتم اینجا. لعنتی، تو رکورد خیلی خوبی داری. به تبریک میگم برادر. بیا چرا؟ یک چشمه نشونت بدنم. اینجا فقط من قهرمانم. این یادت باشه عوضی درب داغو. یه فرصت دیگه بهت میدم. اتفاق امروز رو نادیده میگیرم و جزو سوابقت درج نمیکنم. ارادت. بذارین یه مسئله ای رو بهتون بگم آقای واردن. من یه متهم عادی و معمولی نیستم. من یه مرد بزرگی،
هستم. نه تنها قهرمان سنگین وزنم بلکه معروف ترین مرد دنیا هم دارم میشم. پس اگه فکر کردی میتونی عین اون عوضیا با من رفتار کنی، باید بگم کور خوندی، چون اگه بلایی سر من بیاد تو اخبار ساعت 6 در سر تا سر دنیا پخش میشه. بعدش خبرنگارا میریزن اینجا و سوال پیچت میکنن. تو و افرادت باید به این مسئله توجه کنی. شانس من بود که فرستادنش اینجا. گور بابای آیسمن، اونم یکی مثل بقیه جانی هست. آره، یه جانی قهرمان، یه کابوس برای روابط عمومی. آقای آچن، مشکل کوچیک دیروز با آیسمن یادته؟ تورام تو دردسر انداخته. قهرمان سنگین وزن، مردی که سبک و چیه؟ آره درسته، ولی مسئولین میگن تو کاری کردی که احتمال زیادی داشت به خشونت ختم بشه. مونرو دیگه باید یاد گرفته باشی که زندگی اصلا عادلانه نیست. بلوک دیل سلولهای انفرادی. واردن خوب میدونه که اون کارش خیلی عالی نیست، ولی اگه هادچن و آیسمن از هم جدا نباشن بدون شک بازم احتمال درگیری بینشون وجود داره. گرچه برای کسی خوشایند نیست، اما اونچه که مسلمه حضور مونرو باعث تحریک همه زندانیان میشه و تا رفتن آیسمن به یه زندانی دیگه اون باید اینجا بمونه. ای مونرو، تا وقتی اینجایی مواظب خودت باش. دوازدهم نوامبر. یه پست جدید بهت دادم قهرمان. قراره با من تو آشپزخونه کار کنیم. حالا که قراره با هم باشیم بگو برای چی آوردم اینجا. میدونی قهرمان، من نمیخوام بهت بگم چی کار بکنی یا چی کار نکنی، ولی این سوال اصلا مؤدبانه نیست که من چرا اینجا. یه جور بی‌حرمتی به اخلاقیاته، میدونی که. بله. البته مردم بهش میگن بی‌حرمتی. آی خودتو رو فرم نگه داشتی آیا آیسمن؟ این جونور کیه؟ بهش میگن رپتو. با مونرو میپره. فکر میکنه مدیرشه. رپتو؟ رپتو. آقای رپتو، برای چی آوردنت اینجا؟ من؟ آره تو؟ آرسون. به خودت نگیری آرسون. تو مردم رو زیاد میزدی. منظورت چیه؟ منظورم مشت زدنه. وقتی بچه بودی یا از وقتی اومدی اینجا؟ بعضی وقتا. خیلی نه، من زیاد اهل دعوا نیستم. بخوای منو بزنی؟ شوخیت گرفته. جون تو جدی میگم. بعدش میتونی قپی بیایی که من قهرمان سنگین وزن رو زدم. میتونی اینو با همه بگی، حتی شاید باعث بشه که از خودت خوشت بیاد. من نمیخوام بزنم تا آیسمن. چرا میخوام؟ تو از من خوشت نمیاد. زود باش پسر، دیوونشو بزن تو چونم. اگه اولی مشتو زدم و وارفتی اون وقتی که نباید بزنمه؟ همون یه بارم کافیه بزنی. دارم بهت میگم مرد بهت احساس خوبی دست میده، حاسی هم به من نمیرسه. باشه، ولی فقط یه بار که بهت حال بدم و ثابت کنم که مرد خوبیم و در ضمن کاری هم که ازم خواستی انجام دادم. خیلی باحاله. خواهش میکنم. آره من آیسمنو زدم. آره هنوز حالت خوبه رپتو؟ آره فکر کنم. عصبانی که نیستی؟ نه از تو عصبانی نیستم، ولی برو به اربابت مونرو بگو اینجا فقط یه قهرمان وجود داره، اونم منم. نه اون آشخار که فقط بلد ریغای زندون رو بزنه. این عوضی رو از اینجا ببریم.
Yo, a circle of criminals with subliminals brought to the forefront. When motherfuckers get taller, I'm letting everybody know I'm in here. Check me, you'll learn to respect me, homeboy. Come correctly. I'll call you out, step up next, man up, better stand up. I took out the cocky, wanna be rocky niggas that ran up from the outside to inside my mental cell. Who the hell wanna start bitching, get lost in the kitchen, end up in the infirmary on close watch, talk shit that ass will get muted, fucking with the undisputed. فکر نکنم آدم سالت سیب زمینی درست. میدونی من از جایی میام که هیچ نوع سالادی نداشتم. از کجا؟ از سرزمین سرخپوستان، اوکلاهوما. میدونم نباید ازت بپرسم ولی جسارتم بگو چرا برداره؟ بنز یه پولدار تو لس آنجلس دزدید. اتفاقا منم دارم. 3 آقای هاتچین، من دارلن ارلی افسر کل اداری هستم. برای انتقال تو به فولسون باید باهات یه مصاحبه انجام بدم و اسناد آماده کنم. روحیت چطوره؟ من به هیچ وجه موافق نبودم تو یا هر کس دیگه رو به انفرادی بفرستم. اینجا بد نیست. حتما شوخی میکنی. همه جای زندان یه جوره. من تو دنیای خودم. پس اینطوری جستتو میگذرونی و روی احساسات خودت هم کنترل داری. تو تمام زندگی اینطوری بودم. فقط یه بار کنترلمو از دست دادم که سر از اینجا در آوردم. و با سوابقت آشنامه. پس ترجیح میدی تنها باشی؟ بیشتر اوقات. ببین من باید تشخیص بدم که تو ارزیابی روانی بشی یا نه. بنابراین غیر از اتفاقی که توی غذا تقصیر من نبود. برای چی نمیری با قهرمان بزرگ صحبت کنی؟ از اون بپرس. پس هیچ مسئولیتی رو گردن نمیگیری؟ نه نمیگیرم. مگه تو انتقالم به فولسون تأثیری هم داره؟ نه متاسفانه تأثیری نداره. میدونی من معتقدم همه چیز به ترس و وحشت آدم ها ارتباط داره. تو از اون نمیترسی؟ ترس مسخره است. معلومه که نمیترسم. نه خانم، اگه اون یه مبارزه منم یه مبارزم. ولی هر قهرمان یه روزی شکست میخوره. بالاخره یکی میاد و بلیط رفت و میده دستت. پیر شدی یا روز تو نبوده یا به هر دلیلی. حقیقت اینه هر کسی یه روزی مغلوب میشه. اگه وقتت بلند باشه مدتی بالای جدولی بهترینی. سلامت به اون گنگستر پیری پیشتایی رسوندم ولی گفت تو رو یادش نمیاد. یادش میاد فقط نمیخواد به زبون. این بین گنگسترها مرسومه. حتی مادرشون هم انکار میکنه. در چه حالی؟ افتضاح ولی از پسش مر میاد. شنیدم داشتی شورش به پا میکرد. مزخرفات مرد. آشغالای اینجا باید بدونن رئیس کیه. ای بهتره شروعش نکنی باشه؟ بنده کافی مشکل داری. من وقتی عنوان جازت گرفتم یه سری مسابقه گذاشتم تا یه قهرمان جدید انتخاب کنم. همه فکر میکنن احتمال برنده شدن بریسکو خیلی زیاده. در ضمن شاید مونتل ماه جوان با جیم استاپ سرشاخ باشه. جیم استاپ رقمی نیست. خبر خوب اینه که اگه بیرون میتونی با قهرمان جدید مبارزه کنی. این یعنی گرونترین مسابقه در تاریخ بوکس. ولی متاسفانه باید بگم به خاطر اتهامت خیلی از طرفداراتو از دست دادی. گور باباشو بیان بیرون دلشون رو به دست میارن. این طرفداراتن که خرج تو میدن. اینو هیچ وقت فراموش نکن. برای اینکه بتونی با بریسکو مبارزه کنی و کلی پول به جیب بزنی باید به وکلات فشار بیاری که بیرونت بیارن. حبست نباید طولانی بشه. تو 35 سالته و زمان داره به سرعت میگذره. هر چی که درو کردی داره از دست میره. گذشته ها رو خیلی خوب به این ولی
هر روز باید یادش بیارم که من کیم. اون تو دنیای خودشه. کوبا 40 سال پیش توی مبارزه‌ای که در 1953 دیده سیر میکنه و یهو برمیگرده انگار که اتفاقی افتاده. بعدش خیلی بدجنس میشه. گوش کن، ما رفتیم امه و برای نیازهای شخصی و حفاظتش پول خوبی دادیم. این کار به تو محول شده. من براش سلول بزرگ توی طبقه همکف گرفتم تا زیاد از پله ها بالا نره. براش غذای خوب، لباس خوب و یه صندلی بزرگ راحتی گرفتم. حتی کتابای بوکسش هم گرفتم. جاش امنه. قول میدم آدمای من نمیذارن که مو ازش کم بشه. It's hard in the yard. You can't be sneaking or caught off guard when the boys get to creeping with sharp objects. I'm obsessed with putting heads in a permanent rest. When I flex 34-inch biceps, get swole like touch your lights out, spend the night in the hole. Yeah, every heart is cold. It's a gathering of lost souls with no self-control. Stay connected with the gangsters who run this shit from the inside, so there's nowhere to hide. Tell your mama that you'll never come home. Come home. ای رئیس، با هم سلولی تازه در چه حالی؟ با هم کنار اومدیم. شایع شده که حساب یکی از گنده ها رو رسیدیم. تو زندان شایع زیاده، میدونی که. خب حتما حقش بود. شاید. ویلارد بچتل، اتهام حمل اسلحه غیرقانونی، قاچاق مواد مخدر، قتل. شاید زیادی از خودت متشکری مشکی. چپ دیویس بدجوری صدمه دیده. به نظر میاد که مونرو بخواد از این مسئله سوء استفاده کنه. تمام ضربه ها رو مونرو داره میزنه. یا که راست، بازم یا که راست، یه چپ یه راست. حالا دیویس نقشه بر زمین شد. مبارزه تموم شد. در ثانیه کلاسه رند هفتم مراکن قهرمان سنگین وزن جدید ایالت کالیفرنیا. سالدین که از آشنایی با مردم موفقی مثل تو خوشبختم. تو رئیس اینایی؟ اتحاد قدرت میاره برادر. اینجا ما احتیاج به همکاری و درک متقابل داریم. گاهی اوقات حتی پشت این دیواران بین ما فرق قائل میشن. حالا اگه میخوای به ما ملحق بشی برادر، اگه به ما ملحق نشی به اتحادی که ما خلق کردیم صدمه میزنیم. ژانویه رئیس میخواد تو رو ببینه. نمایش خوبی اجرا کردی. پاشا بیا بریم. تأسف آوره. هیچی نشده، 3 تا درگیری. یکیش که داشت تبدیل به یه شورش میشد و حالا یه برخورد فیزیکی و 5 نفر زخمی که تو بیمارستان بستری شدن. تو فقط 10 هفته است که اینجایی و در این مدتی کم سابقه خیلی بدی از خودت به جا گذاشتی. اینجا اگه موجودیت خودتو ثابت نکنیم مردی؟ مثل اینکه متوجه نمیشی جورج. رئیس داره از یه رفتار درست قابل قبول صحبت میکنه. منم براش نحوه تنازع بقا رو توضیح دادم. فکر نمی کنم کسی اینجا بتونه از نظر فیزیکی از پس تو بر بیاد. تو از موضوع خیلی بردی. وقتی آدم قهرمانه همه میخوام باهاش بپرم.
میخوان امتحانش کنم. من تمام عمرم مشکل داشتم ولی به کمک مشتم حلش کردم. مردم آدمای مبارزه دوست دارن، بهش پول میدن، پشتشن، تحویلش میگیرن، میبرنش تو تلویزیون، عکسش تو مجله ها و روزنامه ها چاپ میکنن. خلاصه هر کاری بگی میکنن چون قهرمانشون میتونه بزنه و از هیچ کس نخوره. قوانین بوکس لندن. شب اول دسامبر سال 1990 تو با مشت یه نفر اونقدر زدی که مرد. مشتای مهلک تو در ایالت کالیفرنیا به خاطر حرفه‌ای بودن در بوکس یک اسلحه مرگبار محسوب میشه. Been found guilty by a jury of your peers and you are sentenced to life imprisonment without the possibility of parole. بنابراین هیئت منصفه تو رو گناهکار تشخیص داده و به حبس ابد بدون آزادی با ضمانت محکوم میشه. صبح بخیر آقای ریپشتین. حالتون چطوره؟ تو مربوط نیست مگه دکتری از مبارزه حرف بزنه؟ کدوم مبارزه؟ ما اینجا توی سوئید واتر هم قهرمان سنگین وزن جهانو داریم و هم مردی که تا حالا شکست نخورده. وقت تلف نکنین، مبارزه رو راه بندازین. من با مبارزه آشنام. اگه من رو بتونه اونو بزنه ما پول خیلی خوبی به جیب میزنیم. آقای ریپشتین هانه ببخشید ولی شما دارین از قهرمان سنگین وزن واقعی جهان صحبت میکنین. شما میتونین مسابقه رو بندازین؟ ببین پس از اون بوکس نیاز به مهارت زیاد و تیزهوشی خاص خودش داره. در اون صورت همه رو میشه مغلوب کرد. فقط اعتماد به نفس میخواد و شرایط مطلوب. آقای ریپشتین میخوان آیسمن با یکی از زندگی اینجا مبارزه کنه با مونرو هاتچن. اون یه مبارزه داغ میخواد. بسیار خوب، ما باید چیکار کنیم؟ من با سرنگهبان صحبت کردم، اون موافقه. میمونه رئیس زندان. آقای ریپشتین گفت تو میتونی رازیش کنی. رسم و رسومات دیگه میدونی که اگه بهش کمکی نکنی یعنی آزارش دادی. اما در مورد مونرو هاتچن آقای واردن معتقده باید به مونرو فرصت داد تا خودش رو احیا کنه از طریق معاشرت با بقیه زندانیان. من 6 هفته دیگه میرم تعطیلات. از 15 به مدت 2 هفته نیستم. هفته اول نیو اورلئان و هفته دوم پیش دوستانم در تاکسون آریزونا. اگه در غیبت من آقای هاتچن با آقای چمبرز با هم مبارزه کردن من نمیخوام چیزی ازش بشنوم. فقط میخوام وقتی برگشتم این تجارت غیر عادی و نامعقول تموم شده باشه. بله قربان. هیچ سند و نواری هم نباید ازش به جا بمونه و جلوی منم نباید راجبش صحبت کنید. امر دیگه ای قربان. بیرون. متشکرم. از دفتر فرماندار تماس گرفتن تا تلفن زنگ زد واردن برنامه سفرش رو و تنظیم. تو میدونی این یعنی چی مگه نه؟ همه یک کثافتکاری هم میفته گردن من. او نه من توی در کار نیست. واردن که بره منم میرم تعطیلات. خیلی متشکرم از همراهی. مسئول برنامه مسابقات اینجا تویی. تو میخوای این مبارزه انجام بشه نه من. پاشو بریم مونرو. بالاخره آزاد شدی. هنو فولسوم که نمیفرستی. نمیدونم چی بگم. فعلا نظر دوستت واردن عوض شد. تو هم اینجا پیش ما میمونی. بله تلفن چی؟ میخوام با یانگ لوئیس صحبت کنم. درسته یانگ لوئیس. بهش بگین جورج چمبرز آیسمنه. یانگ. آره منم. پس فکر کردی کیه؟ پاشو بیا اینجا یه خبر خوب برات دارم. پس اینکه بلیت برگشتم داره جور میشه. چی؟ معلوم است چی میگی؟ دوست قدیمی تو میامی مندی ریپشتین. آره آدم هاشم آدم پیشم و گفتن اگه با یکی از زندونیا مبارزه کنم شاید من از اینجا در بیارم. خب اگه مندی ریپشتین اینو گفته پس میشه روش حساب کرد. ولی حرف کسی دیگه رو قبول نکن. باید خود مندی باید صحبت کنه تا بتونی کاملا مطمئن بشی. اگه واقعیت داشته باشه یارو رو میزنم از این جهنم میام بیرون. یارو کی هست؟ مونرو هاتچن که نیست. میدونی اون خارج از اوکلند مبارزه میکرد تا شکست نخورده.
همه بهش امیدوارن خیلی بارشه. یه موقعی بله، ولی حالا 10 ساله که اینجاست. با این حال شکست دادن اون به این راحتی هم نمیتونه باشه. مزخرف میگی، باور نمیکنم. چی؟ تو نگرانی که من رو فرم نباشم در حالی که فقط 4 ماه اینجام، ولی اون عوضی 10 ساله که اینجاست. جورج من فقط میترسم تو ترسم به چاکنک باید. آره من میخوام تو باهاش مبارزه کنی. تو آدمی هستی که توی قفس با مشت خالی تا آخر خط میری. من با چند نفر تماس میگیرم و پول جور میکنم. درسته که اون بیرون یه عده تو رو میشناسن، ولی اونو همه میشناسن. شاید 20 یا 30 به یک شرط بندی کنن، ما میتونیم به راحتی 200,000 تماشاچی جمع بکنیم. اگه برنده بشی 4 میلیون دلار سود میکنیم، شاید هم بیشتر. فکر میکنم بتونی بزنیش. به من چی میرسه؟ آقای ریپشتاین ترتیبی میده که دیگه تو انفرادی نمونی و امتیازهایی رو که نداشتی بگیری. امتیاز؟ من نصف سودو میخوام. من نمیتونم این پیشنهاد تو رو قبول کنم، چون احتمال بردت خیلی کمه. من دارم ریسک میکنم. در ضمن پول اینجا به چه دردت میخوره؟ تو خودت همین تویی. احتمالاً همینجا میمیری. پس پولو واسه چی میخوای؟ 10% بهت میدم. من میدونم که بیرون زندان یه بوکسور حداقل 50% میگیره. آره ولی ما بیرون نیستیم. من بیشتر میخوام. من یه خواهر دارم که 3 تا بچه داره. اون بیکاره، شوهرم نداره. فقط چندرغاز پول بیکاری میگیره. پولو میفرستم واسه اون. آخرش میتونم 30% سودو بهت بدم، به شرطی که برنده بشی. معامله قبوله؟ 40% میخوام. این اندشه. میخواستین جورج آیسمن رو ببینی؟ آقای ریپشتاین از شما ممنونه که اونو به بخش خودتون آوردین. آیسمن دنبال دردسر نمیگرده آقایون، این یادتون باشه. خب شما باید یادتون باشه که آقای ریپشتاین واقعا عاشق بوکسه. یه دوستدار واقعیه. تمام جوایز دنیا رو از بر داره و معتقده که اعتماد خالص‌ترین نماد ورزشه. در مبارزات قرن 19 که طبق قوانین کوینزبری همه بدون دستکش مبارزه می‌کردن حضور داشته. نه بابا چی داری میگی؟ طبق قوانین بوکس لندن، قوانین کوینزبری قوانینیه که الان حکم فرماست. خیلی خوب، این مزخرفات دیگه بسه. من اگه آزاد نشم نمی جنگم. چطوری میخواین این کارو بکنیم؟ از طریق بخش اصلاحات این کار رو انجام میدیم. ما اونجا آدم داریم. قول میدین؟ بهتره برای مبارزه آماده بشی. Train all day, you know I gotta feel the pain all day. Work hard even if it rain on me. Nothing less than 5 miles in the morning. I'm jogging and yawning, sneaking move. Intense, here we go, 1, 2. Come up the ring now, what you gon' do? Show boy when I expose the rest of you. Place bet, take money on the books. You seen the fight tape, seen what I took. I got precision, the jab hit you at the perfect distance, and it can be done. مبارزه 6 هفته بعد از فردا شب برگزار میشه. تو این مدت وقت دارین که خودتون آماده کنین. اینا قوانین مسابقه. آقای ریپشتاین برای تهیه اینا خیلی زحمت کشیده. خطاها چی میشن؟ کی داوری میکنه؟ داوری در کار نیست. این یکی از قوانینه. این دیگه چه وضعیه ها؟ آقای مرکل میتونه از بیرون قفس داوری کنه. در ضمن اگه با خطا برنده بشه یا ببازی معامله فسخه. چه مزخرفاتی. همه چیز بیشتر به ضرر منه تا به ضرر اون. وسیله تمرین که درست نیست. در ضمن دستکش در کار نیست و این قوانین احمقانه هم هست. واقعیت اینه که ما هیچی از این مبارزه نمیدونیم و این یعنی شرایط مساوی.
نمیخوام مشکلی ایجاد کنم، فقط میخوام راجع به قوانین باهاتون صحبت کنم. راستش در مورد دستکشی در کار نیست، توی صفحه 3 قوانین نوشته. میدونم، ولی اینطوری مبارزه خیلی بی‌مزه میشه. منظورم اینه که کسی بدون دستکش خیلی مشت نمیزنه. بهتر فیلم‌های قدیمی جک جانسون، جو فریزر و کوربت رو تماشا کنید. اونا رو با روش بدون دستکش آموزش داده بودن. وقتی یکیشون مشت می‌خورد مثل یه خبر جهانی بود. من شخصا موافق دستکشم، ولی برای مونرو با دستکش یا بی دستکش فرقی نمیکنه. بنابراین ما به خاطر این چیزها عقب نشینی نمی‌کنیم. سریعتر مونرو، سریعتر! با دستکش ضربات بیشتری رد و بدل میشه. تو کپی قوانین مبارزات لندن که آقای ریپشتاین تهیه کرده نوشته بدون دستکش. نه، یه دقیقه صبر کن. اون راست میگه. با دستکش‌های 6 اونسی مبارزه بهتری میشه. دستکش بیارین. مارس 24 روز تا مبارزه. من و این عوضی ها خیلی فیلم قدیمی در مورد زندان دیدن. 28 مارس 16 روز تا مبارزه. امنیت مرکزی خبر بده وضعیت قرمز. امنیت مرکزی جانسون هستم. سالن غذاخوری وضعیت قرمزه. تکرار میکنم وضعیت قرمزه. عجله کنید بچه‌ها، سریعتر. بچه‌ها اسمن قبل از اینکه بیا اینجا فکر میکردیم خیلی باحالی، اما جان زدی. طوری رفتار کردی که انگار تو اربابی ما یه ماش برده. باره بچه ها میخوای شکست تو رو به چشم ببینن. من عادت ندارم با زندانی‌ها ملاقات داشته باشم، ولی به خاطر آقای مرکل که فکر میکنم ایده خوبیه قبول کردم. با این حال هر تلاشی برای برگزاری مسابقه بین چمبرز و مونرو هاتچن بیهوده است. این مسابقه قطعاً کنسل میشه یه داستان براتون بگم؟ این یکی از داستان‌های مورد علاقه منه. در مورد چگونگی انجام دادن کارهاست که خیلی شنیدنیه. این داستان تو هاوانا و در اواسط دهه 50 رخ داد. اون موقع من معاون آقای لینسکی بودم و امور اجرایی رو انجام میدادم. خوب یادم میاد که توی شهری نزدیک هاوانا یک کازینوی بزرگ مجلل ساخته بودن، اما شهردار تصمیم گرفته بود علیرغم مخالفت‌های شدید صاحبای کازینو اونجا رو ببنده، برای اینکه از قمار خوشش نمی اومد. اعتقاد داشت باعث جذب خلافکاران میشه، بنابراین دستور داد کازینو رو ببندن. من باید این مسئله رو به آقای لینسکی گزارش میدادم. بعد از اینکه در جریان امر قرار گرفت بهم گفت برو به آقای شهردار بگو به نفعشه که تو این کارا دخالت نکنه، چرا که به هر عنوان شده کازینو باز میشه، ولی شهردار میتونه بین این دو یکی رو انتخاب کنه. میتونه انتخاب کنه کشته بشه یا به حساب بانکیش پول قابل توجه و چشمگیری واریز بشه، و این البته بستگی به خودش داره. باید سریع تصمیم بگیره.
اون چی که مسلمه ما نمیذاریم کازینو بسته بشه. چه بلایی سر شهردار اومد؟ اون مرد به محض اینکه نشست توی ماشینش استارت زد ماشین منفجر شد. تو اجازه میدی این آشغال منو تهدید بکنه؟ راستش قربان من نمیخوام ماشینم منفجر بشه. و اما در مورد مبلغ میتونیم از سفر که برگشتی با هم صحبت کنیم، مثل اینکه فردا داری میری سفر، مگه نه؟ به هر حال خوش بگذره. همه ما سفر خوبی رو برای خودت و خانواده‌تون آرزو میکنیم. 3 آوریل 9 روز تا مبارزه. ما چند نفر از وگاس میاریم که حالت شاهد رو داشته باشن. جای ما با هم حرف زدیم. 5 آوریل 7 روز تا مبارزه. مردم دارن روی من رو شرط بندی میکنن. آیسمن باید ببازه. ازش بخوام به خاطر اون ببازه. چی میگی؟ بهش 1 میلیون میدیم. همین دفعه آخری 25 میلیون گرفت. واسه یا مبارزه مجبور بودیم. باهاش صحبت کن. شما اشتباه گرفتیم. قرار بود من مواظب ریپشتاین باشم که دارم این کارو میکنم. ریپشتاین مبارزه عادلانه میخواد، نه پول. مزخرف نگو. اون تو نیویورک، کوبا، فلوریدا تو تمام زندگیش فقط دنبال پول بوده. اون میلیون ها دلار مخفی کرده، من میشناسمش. تمام درآمدش رو انداز کرده. باور کن مونرو فقط دنبال پوله. شاید، ولی این دفعه جریان چیز دیگه ایه. من نمیخوام نقشش رو به هم بریزم. ریپشتاین یه مبارزه خوب میخواد، فقط همین. اگه میخوای آیسمن ببازه خودت باش حرف بزن، ولی امیدوار نباش. خیلی خوب مونرو. 6 آوریل 6 روز تا مبارزه. ما تو داروخانه زندانی نفر رو داریم که قراره 7-8 والیومو بدزده و پودرشون کنه. 1 نفرم تو آشپزخونه داریم که اون پودر رو میریزه تو آخرین وعده غذایی آیسمن و برای گیج کردنش کافیه. اون میجنگه، اما نه مثل همیشه. اینطوری میتونی حسابشو برسی. فهمیدی؟ این کارو بکنین تا حال همتون رو جا بیارم. من بدون کمک شما میتونم شکستش بدم. فهمیدین چی گفتم؟ هی فقط میخوایم مطمئن بشیم ما رو پول زیادی تو کاره. من شاید بهترین نباشم، ولی جربازی جنگیدن رو دارم. این یادتون باشه. پس شکستش بده. آوریل 7:30 شب زمان مبارزه. خیلی خوب، 90 دقیقه وقت داریم مونرو. حالا باید تمرکز کنیم، فکر کنیم. باید تصور کنیم که تو این جنگ پیروز میشیم. از چشاتو ببند و تو رویا ببین که مبارزه رو بردی. ببین که آیسمن رو بیچاره کردی. ببین که قهرمان شدی. 20 دقیقه دیگه مسابقه شروع میشه ها، مواظب باش. نذار با یه ضربه شکستت بده. ای از اشتباهات حریف استفاده کن. بلوک A, B, C و D اگه حاضرین بیان اینجا. ارگرا بیاد در میاریم تو.
کن. ادامه حمله کن. بزن. خیلی خوبه. آره بزن. ادامه بده. ورود تماشاچیان با اسکورت 8:30 شب. هموندان عزیز، حالا پسران برنده سویت واتر سرود ملی رو اجرا می کنند. یه مهمون ناخونده در حالی که اینجا خونه ماست. اون خیلی بیریخته، اصلا زشته. لطفاً دقت کنید چی میگم، چون فقط یک بار اعلام میکنم. مبارزه‌ای که امشب میبینین دارای قوانینیه که تا به حال اینجا ندیدیم. قوانین مبارزه لندن، راندی در کار نیست، دستکش‌ها استاندارد نیستن و از دستکش‌های ششانسی استفاده میشه. اگه مبارزه بیفته زمین و بخواد بلند شه 60 ثانیه فرصت داره. دو حریف اینقدر میجنگن تا یکی بیفته. داوری در کار نیست، فقط یه نفر زمان رو نگه میداره و این شخص کسی نیست جز آقای مرکر، رئیس ما. حالا دوستان من، مرد مورد علاقه ما، قهرمان شکست ناپذیر سویت واتر با رکورد 68 پیروزی و بدون هیچ باخت در زندان و 199 پوند با شلوارک زرشکی مونرو هچر. حالا میریم سراغ گوشه چپ رینگ. این مردم در خارج از زندان تا به حال شکست نخورده و 205 پوند قهرمان سنگ وزن سابق جهان جورج آیسمن بیا چلو مونرو بیا. فقط یه چیز میتونم بگم مونرو، بهتر آیسمن دومشو بزنه رو کولشو بزنه به چاک و تو میتونی این کارو بکنی. بذارین علاقه زیادتون به مونرو با قضاوت عادلانه همراه باشه. پس هیچ کار احمقانه نکنید. اگر نه پولی رو که شرط بندی کردین از دست میدین. به دوستان لاس وگاسیمون هم خوش آمد میگم. اونا به اینجا آمدن که شاهد این مبارزه باشن. کلی خبرنگار اینجا هستن که میخوان نتیجه مبارزه رو گزارش کنن. ما در مقابل دنیا ایستادیم دوستان من و منم درخت مثل شما طرفدار مونرو هچن هستم. اون به خونه ما، به خونه پر از ملال ما افتخار رو تصمیم کنم. با این حال میخوام یه مبارزه عادلانه داشته باشیم. این مبارزه برای دفاع از حق، برای کسب افتخاره، برای پول نیست. ما برای کسب احترام می جنگیم. الف ت ت ر الف بی احترام. حالا مبارزه شروع میشه. اونا به وسط رینگ میان و هم دیگه رو محک میزنن. یه چیزی رو فراموش نکنید که مونرو فقط قهرمان اینجاست، در حالی که میخواد با آیسمن قهرمان دنیا مبارزه کنه. مونرو ضربه میزنه ولی آیسمن جا خالی میده و با مشت راست میزنه تو چونش. مونرو میاد عقب و دایره میزنه، مثل اینکه خیلی راغب نیست ضربه رد و بدل بشه. آیسمن سعی میکنه یه راهی برای ضربه زدن به مونرو پیدا کنه
بدجوری از دست مونرو عصبانیه. ضربه مونرو نمیخوره. آیسمن با دست راست به سمت چپ سر مونرو یه ضربه وارد میکنه. آیسمن با دست چپ دو تا ضربه میزنه که باعث به هم خوردن تعادل مونرو میشه. هنوز از دستش کفریه. تو صورتش مونرو با دست راست ضربه میزنه. بالا ضربه ترکیبی مونرو داره وارد جریان مبارزه میشه. دو حریف قدر همدیگه رو زیر رگبار مشتاشون گرفتن. مونرو سریعه ولی آیسمن خیلی قوی تره. دوباره مبارزه داغ میشه و ضرباتی رد و بدل میکنن. او که راست چپ راست این ضربه ها تعادل مونرو رو به هم میزنه. هر دو ضربات ترکیبی رد و بدل میکنن. چپ راست آیسمن جا خالی میده و با مشت راستش میزنه طرف چپ سر مونرو. اونا خیلی سریع دارن مبارزه میکنن. باور نکردنیه. یه اوک راست دیوار از مونرو. آیسمن صدمه ندیده ولی مونرو رو بغل میکنه. مونرو میخواد ضربه بزنه ولی آیسمن جا خالی میده و با دست راست بهش ضربه میزنه. بازم ضربه‌های ترکیبی راست چپ. یه اوک چپ محکم. اوک چپ راست توی شکم. یه اوک چپ دیگه. یا پرکات و مونرو نقش زمین میشه. 60 ثانیه و حالا میفهمیم که چرا اون قهرمان سنگین وزن جهان. مونرو بلند شد. به نظر میاد میخواد ادامه بده. آیسمن با غرور تمام داره تو رینگ میچرخه و انتظار تشویق بیشتری داره. مونرو هیچ وقت هم که صحنه روبرو نشده. شاه کن خیلی عالی بود. مطمئن باش میتونی کارش بهت قول میدم. استیل همین چیزی مونرو اینه که بیشتر از دست چپش استفاده میکنه ولی هنوز دست تو میبری. برو جلو داغونش رو پسر. یا جلو داغونت کنم. راند دوم. حالا بریم که بقیه مسابقه را داشته باشیم. علیرغم به زمین افتادن مونرو به نظر بیاد اون آمادگی خوبی داره. مونرو جا خالی میده و با دست راست یه ضربه محکم آیسمن میزنه. او که راست عجب مشتایی رد و بدل میشه. اینو بهش میگن برد. ضربات هر دو خیلی محکمه. دوباره هم دیگه رو بغل میگیرن. عالیه عجب اون که راستی میزن آیسمن. یه اون که راستی دیگه توی سرش. آیسمن جا خالی میده این ضربه محکم میزنه. مونرو به خاطر ضربه عقب میره. یه اون که راست و چپ. مونرو روی پاشنهاش داره از رو در میاد. آیسمن بدجوری گیرش انداخته. یه اون که چپ روی زدن. نتیجه بعد پسر مونرو علاقه توی کازر خیلی خوب نیست. آیسمن داره خوردش میکنه. داره مونرو رو لف و پاک میکنه. یه اون که راست دیگه توی سرش. مونرو به ادامه داره آمد. کاملا گیر شده. اون حق نداره توهین کنه. فکر میکنه کیه؟ مخاطبش من نبودم بلکه شماها بودین. مونرو داره میلرزه و گیج میخوره. هیچ شکی نیست که اون صدمه دیده. احتیاط رو از دست نده ولی باید بزنیش. بیا اینو بود کن. تو تو بهتر بود کنه. مبارزه هنوز ادامه داره. تو اونو میتونی بزنی مونرو. هنوز خیلی وقت داری. اونا بازم دارن مونرو. اون دوست داره سر به سر تماشاچی‌ها بذاره. همه چیز بر وفق مرادشه. این آیسمن یه قهرمان واقعیه. نمیدونم این تا کی باید ادامه پیدا کنه. تو الان داری به سازمون میرسی. میتونی کنترل کن. تو باید این مبارزه رو به نفع خودت تغییر بدی و میتونی مونرو. حالا باشو برو. این راند مال توه. برو. راند سوم. مسابقه شروع شد. به نظر میسه آیسمن منتظر ضربه نهایی رو وارد کنه. در اون صورت مونرو نقش بر زمین میشه و کارش تمومه.
یه او که راست محکم از ایسمن و بازم یه او که راست دیگه. فکر نمی‌کنم این مبارزه خیلی طول بکشه. هر دوی اونا مبارزه بزرگی هستن. ایسمن نگاه مصممی داره ولی همونطور که گفتم دنبال اون ضربه نهاییه که کار مونرو رو یک سره کنه. ایسمن کنترل مبارزه رو در دست داره ولی مونرو هنوز روی پاس، هنوز تسلیم نشده. اون مرتب با دست راستش به مونرو ضربه میزنه. همینطور چپ و راست ضربه میزنه. ایسمن داره مونرو رو خورد میکنه ولی ایسمن دنبال شکاره، کمین کرده و میخواد کار رو تمام کنه. خدای من عجب او که چپی میزنه مونرو. ایسمن شوکه شده، اون صدمه دیده. یه دفعه دیگه از مونرو داره اونا با ضرباتش عقب میرونه و با ضربات ترکیبی انتقام میگیره. حالا مونرو داره ایسمن رو خورد میکنه. ایسمن صدمه دیده، چپ و راست داره مشت میکنه. خدای من باور نکردنیه. مونرو با یه ضربه راست ایسمن رو به زانو در آورد. ایسمن برای اولین بار در تاریخ مسابقات به زانو در آورد. باور نکردنیه، باور نکردنیه. باورم نمیشه، ایسمن از پا در اومد. ایسمن بلند میشه، داره تلو میخوره، نمیدونه کجا. خدای من، ایسمن زده به سرش. اون کاملا دیوونه شده، کنترل از دست داده. این کار میتونه از مسابقه حذف کنه. یکی بره اون تو یه کاری بکنه. من کلی پول تو این کار گذاشتم. این از مونرو مبارزه رو به نفع خودش تغییر داده. هر آن کی تو سر جورج ایسمن چمبرز میگذره. کسی میتونه حدس بزنه؟ این باید تو کتاب رکوردها ثبت بشه. مردم تا آخر عمرشون راجع به این واقعه صحبت خواهند کرد و اگه هم میدونستم برای تماشای همچین مبارزه‌ای باید تو زندان باشم، سالها پیش مرتکب جرم میشم. تسلیم نشو، برو حالشو بگیر، داغونش کن. 10 ثانیه حریفا برگردن مسطری. مطمئن باش حالا میتونی شکستش بدی. بهت قول میدم. برو برو. بدون تردید این سخت‌ترین راند مسابقه برای ایسمن بوده. اون باید انرژیشو برگردونه. باید مثل اول مسابقه قوی ظاهر بشه. باید به مبارزه ادامه بده. یه ضربه چپ و یه راست به مونرو وارد میکنه. مونرو با یه اوک راست، یه اوک چپ و یه راست جواب ایسمن رو میده. ایسمن مجبور میشه رو قفل کنه. زود باش الان دیگه وقتشه مونرو. مونرو با دست چپ یه ضربه محکم میزنه. پشت سر هم به هم دیگه ضربه میزنن و جلو عقب میرن. این یه مبارزه واقعیه. خدای من، عجب مبارزه ای. من خیلی خوشحالم که این مبارزه اینجا و در سویت باتر داره انجام میشه. مونرو برای شکار کردن ایسمن کمین کرده. کارش تمومه. چپ و راست میزنه توی شکمش. یه اوک راست، یه اوک چپ دیگه. راست و یه ضربه محکم روی سرش. مونرو بدون وقفه به سر بدن ایسمن داره ضربه میزنه. هرچی میخواد راجع به جورج ایسمن چمبرز بگی ولی دیگه کارش تمومه.
این میگن زیبایی محض. تا بوده همینطور بوده. 2 نفر تا لحظه آخر با هم میجنگن ولی فقط 1 نفر پیروز میشه، چون اون مرد برتر زمینه و ورزش هم همیشه همینه. مندی ریپشتاین 3 هفته بعد از اون مبارزه بزرگ مرد. اون پای حرفش ایستاد. مونرو پولشو گرفت و آیسمن هم با ضمانت مخصوص آزاد شد. من باید بابت یه چیز دیگه هم از آقای ریپشتاین تشکر کنم. وکیلای اون با خانواده من تماس گرفتن. اون $2 میلیون برای من گذاشت. بنابراین وقتی از اینجا بیام بیرون دیگه هیچ بهونه‌ای برای انجام کار خراف ندارم. من توی روزنامه ورزشی خوندم که آیسمن و رئیس زندان مبارزه با مونرو رو کاملا انکار کردن و آیسمن اینطور وانمود کرده داستان شکست خوردنش فقط یه شایعه بوده. هی مونرو، آیسمن پیروز شد. حدس بزن جریان چیه؟ میگن اون بزرگترین قهرمان سنگین وزن دنیاست. شکست ناپذیره. مونرو 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 هاتچن، رکورد 69 پیروزی بدون باخت.